الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. یا رب، ما متوجه شدیم قدرت تو را دیدیم، به توانایی و قدرت تو ایمان داریم و به ناتوانی خود ایمان داریم. تا ناتوانی خود دیدیم و فهمیدیم که دکترها و متخصصین همگی عاجز شدند. خدایا این بیماری همه بشریت را نگران کرده. یا الله، اگر بخواهی با این یک ویروس کوچکت همه جهان از بین میبری، ولی مهربانیت هم ایمان داریم. یا رب، تو بخشنده و مهربان هستی، ما را تنبیه کردی. یا رب، ما توبه کردیم، مغفرتمان کن. یا رب، این ختم قرآن، این اذکار و توبه و زاری ما بندگان گناهکارت را بپذیر، سبب رفع این بلا بگردان. یا ارحم الراحمین. یا الله، با چشمان پر اشک و با قلب پریشان و دل نارام تو را صدا میزنیم. استغفر الله العظیم، لا اله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه. یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام یا ارحم الراحمین. این دعاهای ما را قبول کن، قبول درگاهت بگردان. یا ارحم الراحمین. کرونا این ویروس مأمور و سرباز توست. یا رب، تو برش مأموریت دادی. یا الله، دور از مأموریت باز بگردان. ما توبه کردیم. یا الله، خدایا، وقتی کعبه معظمه را خالی میبینیم، مسجدها را قفل میبینیم، چشمان ما خونبار میشه و یا رب قلب ما پریشان میشه. و یا الله، یا الله، ما اینقدر تو را ناراض کردیم که دروازه خانه هایت را برای ما بسته کردی. یا الله، گناهان ما سبب شده که ما در مسجدت رفتن نتونیم. یا رب، تو ما را ببخش، از گناه های قدیم و جدید ما بگذر، گناه های بزرگ و کوچک پنهانی و آشکارای ما را ببخش. توبه میکنیم. یا رب، خودت گفتی درگاه من باز است. یا الله، دیگه درگاه نداریم. یا رب، میدانیم تو بسیار بزرگوار هستی، بزرگوارتر از او هستی که ما را ناامید بسازی. یا رب، خدای قلبهای نارام ما را آرامش بده، چشمهای ترسان و صداهای لرزان ما را تو اطمینان بده، مشکلات و بیماری و فقر و مشکلات ازدواج را حل بفرما، بی اولادهای ما را اولاد سالم و صالح نصیب بفرما، اولادهای ما را دیندار و صالح بگردان، مصیبت نافرمانی و بینمازی و اعتیاد مواد مخدر را از جامعه ما بردار، برادران و خواهران ما را عفت و حیا و پاک دامنی و پاک چشمی نصیب بکن، علما و بزرگان و داعیان دین را نصرت و حفاظت بفرما. یا رب، ما را در میدان محشر جلوه پیامبر محبوب ما سرمد نگردان، از دروغ و غیبت و تهمت و دزدی و زنا و قتل و تمام انواع گناهان نجات ما بده. یا رب، یا الله، زندگی با سعادت، مرگ با عزت و شهادت نصیب ما بگردان، خاتمه خیر نصیب ما بکن. یا رب، محبت خودت، محبت دین و قرآن، محبت پیامبران در دلهای ما بینداز. خدایا، دعاهایی که خواستیم و فراموش کردیم همگیش تو میدانی. یا رب، تو از قلبهای ما با خبر هستی، برآوردی خیر بگردان. یا رب، چیزهایی که پیامبر و صحابه خواستن ما هم میخوایم. یا الله، به ما عطا بفرما. از چیزهایی که پناه خواستن ما هم پناه میخوایم. یا رب، یا ارحم الراحمین. یا الله، دیگه درگاهی نداریم. سبحانك رب العزة، سبحان الله وبحمده، سبحان رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، برحمتك يا أرحم الراحمين.